تشویش هم نداشت. گفتم ما نماینده رئیس جمهور بود و از وزارتی چی میگن شم مجلس کارهای داخلی رسپولیک تو از کمیته تو خیرات کردن از طرف بردن. گفتم بایشون التماس محمد است که از بالا تنگب بسیار است و بچه ها را بریدی مسجد نبیام تا 16 ساله را کمیته را است. ما تو چند شما رو کی پیش مرمون کردن؟ سپارش بالاست بود سپارش بالا بود. اون گفتم من آقای بالا فرمان داد از خدا که بنده های من به مسجد دعوت کنم. وقتی که شما از بالا تو میترسه اینجا بودیم من از بالا نمیترسم که فقط مو پیش وایدی چی جواب میتین. نوای وظیفه من جوانان رو به مسجد جمع کردن. وظیفه شما گفتم رادیو داره تلویزیون داره گفتم رنگ خودتون با شما هم داره گفتم داملا. من یارو گفتم فتوا برارم رنگ زن کارو من کنم بچه‌ها رو من کنم. اما من گفتم من نمیکنم وظیفه من دعوت کردم. پیغمبر گفت 7 ساله شد بچه‌ها تا نماز خوان کنید 10 ساله شد که مسجد برید. من مسجد جمع شدم. شما گفتم که من کردم. اما من این کار نمیکنم. تلویزیون داره رادیو داره. خوب هوای شما گفتم اما ما وظیفه من کار نیست. تو من مسجد در کار باشه که سخت سر من بذار من خطیبی توجه. اگه من هرگز این کار نمیکنم. من زمان خدایی که خوجین شما رو خدا شناسه از من میترسم. این از من چشم امید نکنید. اشتراک داشته آها خیلی نه مجلس رایونی بود نداشت. رایونی نه اکم آده میرو مجلسش. یا با رفتیم جمع شدیم. من هم ندادم دیروزو. همین بار اول رفتیم. یکم بار رئیس پاکم نام شده. ما رو فریاد کردن هم مرا رئیس جماعت و مقای اومد حاضر نره نمیشه. همین مجلس که شده سیروش که یه آدم از پایان خیست. دست یک کاغذ بود تاثیر همین رئیس بود جناب رئیس بود. همین نمیشه که همین از آنها را خیلی مرادیان من کنیم. چطوری قوقا میکنه هم مجاده. همین از آن گفت شما نگاری که من غذام خیست اصلا ویران شد. ما تو خود کیه وقت گو کی رئیس تکاوی بود تو رو جون داده آدم از بین شد. ما دونه اول گو کیه و خیلی نشالی مجلس رایون. ما دونه اگر تو عروس میشدی من در جواب گفت قبل میگرداندم. عروس میشدی اگر من گذراندم. وقتی که تو مسلمان یا از پدر و مادر مسلمان شدی گفتم حیف هم پدر و مادری که تو رو مسلمان تربیت کرده که از کلمه الله اکبر بلند برآمده تو میترسید. خواهشمون خواهید نخواهید گفت این منصباتان این حکومتاتان روز به خاک یکسان میشه شما پیش خدا میرید. امروز در کریم گفتم از کلیساشون شما از آواز اذان تا میترسید. جنگ شد رئیس میگه این دولت قانون داره. من قانون وقتی که قانون دولت خلاف کارانه ما قانون قبول نداریم. دیدم را بالا گفتم رو قانون میدن جنگ شد. دو مسلمان از اذان ترسید. آیا میگم من آواز اذان از کی فایده داره که در اینجا است. و الا گفتم اذان که تمام شد دانه که عذاب خدا بالا تنده میبینم. خاطر پیشم بود. نه نشانی مدرسه گید بکار من گفتم نه خودینی بالا گید.